خب چاوش دیگه داشت به ته خط میرسید از لحاظ فعالیت و وضعیت اقتصادی و همه چیز در جریان دیگه کارها همه انجام شده بود، کنسرت ها داده شده بود، از صحنه پایینشون کشیده بودن، نوارخونه بسته شده بود، 9 تا چاوش تولید شده بود. بنابراین یک کجدار و مریضی اونجا میشد و به خصوص کلاس های هنرستان چاوش چون دایر بود یه محل ارتزاقی بود برای استادان اونجا که بیان درس بدن و در حقیقت پولی بگیرن و زندگیشون رو بچرخونن. دیگه فعالیت آنچنانی کانونی نبود، چون این محل یک کانون چاوش داشت، یه هنرستان چاوش، بیشتر فعالیت روی هنرستان متمرکز شده بود. حالا دیگه در کان دیگه نه کنسرتی هست، نمیذارن کسی کنسرت بده، نمیذارن کسی نوار تولید بکنه، پس همون اعضا دارن کجدار مریض میکنن. بنابراین به سختی میتونست عضو جدید بپذیره. اگر کسی میخواست عضو بشه میبایست تقاضا بده این عضویت در شورا بررسی بشه، این تقاضا در شورا بررسی بشه تا بعد یه آزمایشی هم بده اون شخص جلوی هیئت جوری یا مجمع عمومی چاوش و بعد پذیرفته بشه. آخرین کسی که بعد از اون هسته اولیه چاوش به چاوش پیوست حمید متبسم بود. تقاضای عضویت داده بود، اونها هم گفته بود میشناختنش، یعنی این نبود که یه غریبه بیاد همه میدونستن متبسم ساز میزنه، یعنی با بچه ها همه آشنا بود. اتفاقا اخیراً از خودش سوال، چون یادم رفته بود تو جلوی شورا چی زدی؟ حمیدم تقاضای عضویت داد و اونها هم گفتن بله میپذیریم. حالا خب این مناسک هم طی بکنیم دیگه، این رسم و رسومات بالاخره باید چون تو اساسنامه اومده طی بشه. حالا بیا جلوی جوری یه سازی هم بزن. اونم رفته بود چهارمزراب ماهور علیزاده رو زده بود، طبیعتاً فوراً هم قبول شده بود. اون میشه جزء آخرین اعضای. حالا من با چاوش رفت و آمد دارم، تو نهاد با چاوش نه، تو نهاد چاوش رفت و آمد دارم، با بچه ها همه آشنام، چون یه زمانی اونجا من میرفتم به خاطر اینکه در حقیقت مرتبط باشم با فضای موسیقی، تارها رو پوست پرده میکردم، دستی به سر و روشون میکشیدم و صبح اونجا کلید به من داده بودن، من تعمیرات ساز انجام میدادم. انگار حضور من اونجا عادی شده بود، همیشه بودم، همه منو میدیدن، کامکارا رو که از بچگی میشناختم، علیزادم که استادم بود، لطفی هم که از بچگی میشناختم، با حمیدم تو دانشکده دوست شده بودیم، با مجیدم که تو دانشکده، همه با هم دوست بودیم، منم همیشه بودم، یعنی عادی شده بود که ارشدم اینجاست. یه روز علیزاده گفت تو نمیخوای تقاضای عضویت بدی؟ یعنی به جایی که من تقاضای عضویت بدم اونا از من خواستن که تو تقاضای عضویت بده. منم گفتم چرا، من از خدا میخوام. انگار اصلا مثلا روم نمیشد این کارو بکنم و بدون اینکه امتحانی هم ازم بگیرن منم دیگه عضو شدم. حالا که اینا رو گفتم، آخرین کسی هم دیگه به چاوش پیوست سعید فرجپوری بود که اونو خودم معرفی کردم. من سعید از سنندج میشناختم، اومده بود تهران توی تعاونی لوازم و تحریر کار میکرد و طبیعتاً با کامکارام آشنا بود. یه روز اومد تو چاوش، اونجا دیدیم، گفتم چرا تقاضای عضویت نمیدی؟ اونم تقاضای عضویت داد و ما 3 تا آخری بودیم که به چاوش پیوستیم. بنابراین وارد شدن به چاوش و مقداری 2-3 سال فعالیت اونجا به هر صورت در کنار چاوشی ها بودن، در کنار لطفی بودن، مشکاتیان بودن، علیزاده بودن، در حقیقت یکی از اتفاقات بزرگ زندگی منه.